کوچه نرو که خار داره، ببین مریم پیرن گلدار داره. آنجور باش عباس اشتنی جانجوره کجا بده باید تسر کل خود تس میکشی میرم که سر خوب ترشونم چرا که ترشیده یه؟ کی دیگه چکار کنم؟ هر هفته میگم برو سر خوب ترشونم راست میگی بیا ببین نمیری تو هم سر خوب ترشون من خود سر مادر شدن و موی اونا ما براره من سر خود بترشوندم و تسرا خیر بودم یک بار گوسپند بیامده خیال کدوی کرده بود دنبه کله مرمی دنبه کله من قسمت بچوریده من گیل دیگه گفتم دیگه سن مونو میگذارم گردن من به دردم نمیخوره کله تو خیلی کله مقبول شده هر روز میترشونم ای نو میخر بزا دو بیزه صحیحه دیگه زنده باش گردن خوسته کنی سلامت باشی جان تیپ دادی کجا میری؟ میرم تو میتونم با بستان علیک کار دارم خوبه کجا بخیر؟ ما برو تا اقل کم تنباکو بستانم چی بستانی؟ تنباکو بلگوچو تنباکو آبا چلیمیش بیدی نه برو بزن برار خو ما به کی؟ بزن برار خو بزن برار خو؟ نوریلا بزن نورالله چلیم میکشه با من گفت یک برو کسی نبینه کسی نشنوه کسی نبینه؟ نبینه تو هم به کسی نمیگی؟ نه به هیچ کی نمیگم خبر نشه نه دیگه تنباکو بسنم به هیچ کی نمیگم آفرین امیته که ما گفتی به هیچ کی امیته بو کسی خبر نه خود تو همسایه مانی دیگه صحیح همسایه تو میفهم دستی نانه خوب بگو نامردی نکنه چرا؟ میام میگم با ما یک کاسه دوغ بدیم نام خدا سه کو چند تا گو شیری دارین شما با نانه خوب بگو یک کاسه دوغ به گیلاک بدین گیلاک اگه به دوی کنه ما پره بکم ما ارباب چپات زد یک بار خان خور بگرفتیم گفتم خیلی نبینی ارباب صاحب عجیبونی خوب یک بار برابر رفتیم به سکل بزدیم به کل میو انال پای بشکسته انا بستاره گیلاک اگر روز یک دفعه بیایی برات دو کس جلو تو گرفته نمیتونه میده ولی تو هر دم هر ساعت میای و در سر دوغ بده مدام هم دیگه یک سر نمیتون در رو کنه و تو دوغ بده کجا بیاری مقدار کلا خود لگ دم تشر خود دیگه بده کلا بهش کی چی نگی خوبه من بهش کی چی نگفتم خب دیگه تو به کسی چیز نگفتی من هم نمیگم دلجم آخر بده کیا راستی؟ بفهم نفس ما بسو خبر سی بدنم نشناختم همین گیله که ندیدی؟ نشناختم زن نورالله آها زن نورالله شتنیم خوبه شکر خوبیم بخیری شکر زنده باشی همین گیله که ندیدی؟ چرا؟ به دست از این پول دارم گفتم برو کم میتم بکن بستم خوار من این نورالله میامده به سرا هم تا بده بیام من خبر گیر کنه ندیدی به جلو خوب رو همون هم دگره بدیدیم اما اختلاط نکنه گفتک میرو که به زن نورالله تنبکو بستونه بله تنبکو بستونه چلی میسه دروغ میگه اشتباه میکنه پیش خود میگه اپا میزنه برو دروغ یک ساعت پیش اختلاط میکرد که زن نورالله چلی میکشه تنبکو بستونه دروغ میگه خوار به خونیم آماده بیستی بزی بدادم گفتم برو کم تنبکو بستونه خوار به گفتم خوبه این کدام که برو تنبکو بستونه سعی کن یک چیزی رو شما میگم شما نام خدا زن کلونه زن فهمیده آدم ور افتاده بود که شما با دست گیلک پول میدن که برو چه تنبکو بسته با من بیام آدم یک ساعت اختلاط نکنه چلیم و تنبکو آخر هم میگم با کسی نمیگم برو جو نمیگم گیلک افته که بسته این منطقه چه میفته حالی سعی کن تو برو یک دفعه برو بگیرم پولم بیستی رازو بسته بیا چی کار دارم؟ بخاطر این نورالله بیام آدم من نمیتونم برای عادی برو مگه خبرش قول میکنه به سر من وای نورالله خبرش میفهمی چه کار میکنه بینا خوال ما برو بزرگ پولا بده بدتر دور خوب گردن خوب میکنه نمیکنه برام بیاب میکنه بس منطقه از اون بیستیر بستون اگه دوزی حرکت کو بیان میره رو به سر خو میره من چیکار کنم حالا میره برای باکو پیدا کنم گپی نیه حالا اگه خوار مگه نبودیم اصلا نماز یعنی شما چلی نمیکشی نه برو من قوناغم میشه که من چلیم بکشم من اصلا بدیدین تو کسی که من چلیم بکشم میمونم ما بخونیم ما بیستیر به دست از این رای کردم گفتم برو بستم باش انا میرم پس زودی برو جو خوشتر خیر بینی خوبه بیستیر بستنی از اون دلجم باشیم خوبه عباس جو سکو برو جو بیستی رنگ بستن دی خود تو خوب دست رو نیاری که بعد نورالله خال مغال میکنه نه خود تو لولو شته کنم ما دست دیگیندم چشم سیاه داری قربان چبون من خانه به کجا داری میمان چبون من کجا میری گیلا؟ سلام بابا و علیکم کجا میری؟ زن برار ما پول داد که برو با ما تنباکو بخر
تنباکو بخر گفتن 20 کی نگو 20 لیپیه یعنی زن برات تو چلیم میکشه مچون نیلیلا زن نیلیلا خشلوچی اون چه زمین خشلوچی نیلیلا خشلوچی نیلیلا هم بیاماده دیگه خوب زن رمضان بیاماده خواری و سرا خوب ای 20 تیر بده دگنه که برو تنباکو بخرا انیته کینه بابا من چی خبر دارم عباسه ای مغنار کردی ای کلگنده بله سلام علیکم تو خجالت نمیکشی اونجا خودی اختراع میکردی 20 کسی بدل کردی 20 چی؟ چطور کرده؟ خیلی 20 بیسیمون که عروس من داده که تنباکو بستونه کی داده؟ زن نورولا بدیم بیسیمون رو زکیسی بدل کردی گناه از زن مسلمان چیه که تومت بسته میکنه شما به چی خود نمیشناسی؟ ماشون به چی شما نمیشناسی؟ به چی میفهمم من؟ اشتای پول اتاکیسی ببردیشی اتاکیسی کی؟ اتاکیسی عبا ای امریکا خود من خوش آمد که این 20 خود زن برار داد به من دروغ چلی میگی زن برار ما دادش تو چلیم میکشی این امرنگ 20 تو نه عبا سال راست میگی لولو ها مامان به شما دروغ میگی گناه از زن مسلمان چیه تومت بسته میکنه آخی میگوی به چی شما اکل گنده تو از همونجا به عمر خود دزدی کردی همه عروس چلیم میکشی که تو تنباکو میستونی بریو ما چون خب 20 بده ده خود یک اسوار که اون زن برار خود تو گفتی که چلیم میکشه چلیم نمیکشه نه چلیم به کجا میکشه چه دروغ میگی تو بچم زن کنو البته یله کرده چلیمه تو رات تنباکو نمیکنه ولی عباس راست میگه ولی 20 از تونه اتاکیسی تو دیگه داستان با شما داستان اختلاط کنه که از منه اونه روز یک چیز دیگه من شما بگم یک دم فکر نکنه که عروس من چلیم میکشی دروغ میگه چیشو از یمال معلومه که فول دروغ میگه بفهمیدین گناه از اون مسلمان نیه این تومت بسته میکنه این 20 کسی آوردیشته گیلک تو چی تومت به عروس بسته میکنی ها چی میفهمم اشتا چی میفهمی او دادی و آمده بده خود داده بیا ماده باشه داده بیا چلی میکشم داده هم زن چلی میکشه دن خود تیار میکنه مامان شما نمیشناسیم به چه بده بده برو بده کلمه خلقی میزنی سر به سرخیه برو دیگه کلگنده شما که خیلی کلمت بولی داری تو سرکت که تو از همونجا به عروس تو هم دسته میکنی و پولر بده چه کار کنم من پولر تا کسی عباس وردش میگه زن نورلا داده بابا کجا میدی کجی؟ چرا بیدو مادر ما زنگ زن گفت پیار خوب بگو جوری شکل ور دارم بیام برد خیلیت الان ناجور چیزیه خیریت تیره چه کار چی گفت که مادر تو که امرو برفت تو شوه که بسته که جنجال کردم کی؟ مادر مینو خودی کی؟ خودی نیرالله چل خودی باجه مزنجال کنه بسرا خالی مینو چلی میبیده انی نیرالله بیامده چلی میبدیده بفهمیدی خیلی مادر ما جنجال کرده که خوش تو چی تو به می سرا میایی همین زن مر تو چلیمی میکنی این کارا تو خوبی هم نداره مادر من به می خاطر میشه که ناراحت شدم گفتم بریم به سرا بریم بس سرا اینا چلیمی پیدا شده نورالله خود مادر تو جنجال کرده البته مادر تو معتاد یا چلیم مادر تو برده بوده از اینجی نه مادر میگه وقت چلیم نمیده خب 20 سال مایه بشه که مادر تو به خونه مانه تا حال به خونه ما چلیم پیدا نشده بوده همین امرو که مادر تو به سرا نورالله چلیم پیدا شد مقصر هم مادر تو نه انا دی نورالله مامی گپ میگه به همین مدت به خونه ما چلیم پیدا نشده اشته همین رو که شما به سرام آمدین چلیمه گپ اینه مشکل نداره اگه مقصر مادر تونه که چلیم بکشه با ما بفهمم سر خشک میتراشونم اگر مقصر مادر تو نباشه و زن نورالله باشه خوشلوچیمه و نورالله به سر مادر تو قیقدات کشیده باشه دیگه خط با ما بین باجدری کشیده میشه چرا مادر تو به ما زنگ نزد که به تو زنگ زد شما خیلی زنگ زدن گوشی شما ما چون قابل دسترس نبوده مصروف بوده چی ما چون نه حالا گفتک بیا برات ما بری برات باشه ما بریم یک دفعه سعی کنم که چی گپه اصل جریان ما بفهمم به می مدت آخیان یک عمر به خونه ما بوده تا حال من ندیدم که به چهار طرف زد حق همسایه آماده باشه چلیم کشیده باشه زد قوم خیشادگی آماده باشه چلیم کشیده باشه از شما بخوریم یکی ما بلند سر شما استاد باشه
چه کاره؟ باز وقتی همین گوسفندار باز به خبر زدی. خلال از اون صبح اینا رو میچرونم ولی که علف تیره کدوم پیش اینو بنداختم میرم که نون خورم. بابا روز که وقت هنوزه. آخه لالا ایشته وقت دیگه مگه اینو تو بمشون ما بلند سر از اینا استاد باشم اینا رو بچرونم. ما از تو هیچ چی خیر ندیدم. تو به می خونه 24 ساعت برخد بشین داری تو مزن خبر داری که به می خونه ما کی چلی میاره؟ چلیم؟ بله ها. خبر ندارم لالا. کی چلیم میکشه؟ کی من چی خبر دارم؟ حالا سعی میکنم به تا خونه ما چلیم هم پیدا شده. چلیم پیدا شده؟ من خودی باجه خو خصوصی خو یک سو کدوم گفتم دیگه به چهار طرف ما دیگه دیده نشیم. هر روز کمینا رفت آمد نکردم همین چلیم پیدا شد. نیه لالا. آن زن مرورتم چلیمی شو. خبر ندارم لالا ایشته. این چی رقمه که تو خبر نداری گله خبر نداری چی رقم زندگیه؟ ما چون یعنی مادر کجیر چلیم آورده؟ پس کی می آورده؟ مادرمه می آورده؟ خبر ندارم لالا من. حال اینو را خونه بیرید کنی؟ اصلا گفتم دیگه شما به چهار طرف خونه بینو. کسی ده برید کردم. گفتم دیگه نه به چهار طرف. یک چیز دیگه لالا. هم شما چی خبره که مادر کجیر چلیم آورده به خونه؟ اگر خبر نیو تو حال به می خونه ما چلیم به کجا بودن؟ کسی بدید دو تا می خونه ما چلیم. همین خصوصی که داخل شد به می خونه ما چلیم هم پیدا شد. راست میگیم لالا. حال دیگه نه را خونه بیرید کنی؟ اصلا جواب کردم. دیگه اگر چلیم به تا از خونه بزن خو گفتم نبینم به تا سر تو میده میکنم. شما هم چهار چیز نیسته باشیم سعی کنیم. کو سادیه نمیفهم تو گوشیاری. خوبه. کار از کار که بگیش داره خوبه.